لطف داری. حالا خدمت میرسیم. بله 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 یه دقیقه قطع کن. درسته. قطع کن، باید کار دارم. قطع کن حیاتیه، قطع کن. خب من کار واجب دارم باده. خب دارم صحبت میکنم. کار خب قطع کن. قطع. خب بگو قطع. من نمیدونم چه قطع شد. بگو قطع. آره چی به نظر چرا؟ چی چرا من با این همه استعدادی که تو کار تبلیغات دارم الان بیکارم. آشنا ماشنا نداری تو تبلیغات دست منو بند کنی. حالا اتوبوسی، بیلبوردی، تیزری، هر چی باشه خوبه. الان کار واجبت این بود؟ آره. خیر آشنا ندارم. ببین من رزومم خیلی پر و پیمونه. اصلا من همه کوچه پس کوچه های تبلیغاتو رفتم و اومدم. اصلا یه وضعی یه کاری بکن. خب مثلا چه کاری کردی؟ رزومت چیه؟ قبلا خیلی کار کردم. چی؟ مثلا جلوی در یه مرغ بریونی. خب مال خیلی سال پیشه. لباس یه مرغ پوشیدم، بعد رفتارهای خیلی طبیعی عین خود مرغ انجام دادم. عین خودش. اینا توقع داشتم من براشون تخم بذارم. هی هم نگاه میکردم ببینم تخم گذاشتم یا نه. آره دیگه نمیتونستم این همه تأخیر رو تحمل کنم. رفتم مرد عنکبوتی شدم. جلو همون مرغ بریونیه مرد؟ نه دیگه اینقدر شعور دارم که بفهمم. رفتم جلوی مغازه اسباب بازی فروشیه. بعد یه پسر بچه اومد به من گفت که تو عمرم مرد عنکبوتی باشی. اینجوری کرد. منم جوگیر شدم، رفتم بالای یه ساختمون خیلی بلند خودم رو پرت کردم پایین. 6 ماه تو کما بودم. این رزومت رو جایی تعریف نکن. کار که بهت نمیدن یکی بستریت میکنن. آره. بعدیشو بهت بگم. رفتم تبلیغ ماست میوه‌ای کردم. جلوی فروشگاهی به مردم ماست میوه‌ای میدادم تست کنن. بعد همه میومدن میگفتن چون صدات خش داره مناسب این کار نیست، خشنه. باید هم صداتو هم کمرتو نازک کنی. خب بعد دیگه فایده نداشت اونجا هم اخراجم کردم. بس حالم به هم خورد. آره. الان چه کاری برات میتونم انجام بدم؟ تو میتونی فوت کنی؟ چیکار کنم؟ فوت کنی. ببین یه جوری فوت کنی که باد بره تو پاچه شلوارم و آستین لباسم. من از این عروسک ها دیدم جدیدن تو رو مغازه میذارن، باد میپیچه توشون، جلب توجه میکنن واسه مردم. یه ذره فوت کن ببینم میشم اون عروسک ها. فوت کن. یه وقتایی هم پایین بالا میرم. اینجوری خوبه. فوت کن. دلم درد نمیتونم. یه ذره دیگه فوت کن. ببین هر فوتی 2 دقیقه فوت کن دیگه. خب